بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در جلسات قبل هم مختصری در باب اهمیت حال خوب داشتن، حال بد نداشتن صحبت کردیم با هم گستره ارتباط حال خوب داشتن رو با بقیه ابعاد زندگی که چه آثاری در اندیشه و عقل انسان داره، چه آثاری در روابط اجتماعی انسان داره، چه آثاری در توان مدیریتی یک انسان داره و همچنین از چه اموری نشأت میگیره. حال خوب و حال بد ریشش در عقاید ما هست، در افکار ما، در علاقه های ما و به عنوان یک نبض برای روح ما عمل میکنه. در طب سنتی به نبض خیلی اهمیت میدن، طب جدیدم برخورد داره با نبض، بالاخره نبض رو میگیرن اطباء جدید، ولی خب بعضا اطباء قدیم از روی نبض خیلی بیماری ها رو تشخیص میدادن و حالات انسان ها رو چگونه، حالا حکمتی داشتن حتما، بعضی هم الان دارن این توانایی رو. به هر حال حال انسان مثل نبض روح انسان میمونه، با خیلی از ابعاد مختلف در زندگی انسان، در وجود انسان ارتباط داره، در خیلی از ابعاد مختلف حیات انسان هم اثر میگذاره. یک مقدار در این باره با هم صحبت کردیم. جدای از این که به آثارش نپردازیم، به مناشئش نپردازیم، خود حال خوب داشتن هم برای آدم ها مطلوبه، خود حال بد داشتن برای آدم ها مطلوب نیست. ولی مشکل اینجاست که خیلی ها زیاد اهمیت نمیدن به این که حالشون بده، خیلی ها واقف نیستن به این که حالشون بده، از خودشون انگار خبر ندارن. مشکل اینه که خیلی ها همت نمی کنن زیاد حالشون خوب بشه، برن دنبال یه نوع زندگی که حال خیلی خوبی داشته باشن. مشکل اینجاست که ما برای دیگران زیاد رعایت نمی کنیم مبادا حالشون رو بد کنیم. مشکل اینجاست که حتی برای فرزندانمون اینو در مسیر تربیت خیلی وقتا پدر مادر رعایت نمی کنن، به حال ظاهری بچه که خوبه بسنده می کنن. مشکل اینجاست که جوانها خیلی اهمیتی به حال بد خودشون نمیدن و با اون انرژی که دارن حال بد خودشون رو فکر میکنن میتونن همیشه جبران کنن. بعد به مرور زمان دیگه پا به سن که بگذارن حالشون یه جوری بد میشه که دیگه خوب نمیشه و مشکلات عدیده پدید میاد. این خلاصه ای از برخی نکاتی بود که جلسات قبل عرض کردیم. دیشب به یک آیه قرآن پرداختیم که دیدیم هدف ابلیس اینه که انسان رو از شکر باز بداره. میگه من از اطراف و اکناف به انسان حمله میکنم تا دیگه اکثر انسان ها شکر تو رو به جا نیارن. و گفتیم شکر یک عامل محوری، یک حقیقت اصلی برای حال خوبه، هم عامله هم خودش حال خوبه. کسی که روحیه شاکرانه ای داشته باشه یعنی حال خوبی داره. خب پس دشمن ما قصد و غرض و مرض اصلیش اینه که حال ما رو بد کنه. تعبیر حال بد هم تعبیر بسیار دقیق انتخاب کرده شیطان، یعنی میخواد ما رو یه کاری کنه شاکر نباشیم. دوستان همین الان دیگه برای خودشون تو ذهن خودشون یادداشت کنن، بعدن که میخوان مراقبه کنن ببینن حالشون خوب هست یا نه، ببینن شاکر هستن یا نه. اگه شاکر نبودن یعنی حالش خوب نیست. دیگه به قضاوت‌های خودشون اطمینان نباید بکنن. دیگه نمیشه با این فکر درست تصمیم گرفت، نمیشه با این ذهن درست پدیده ها رو شناخت، دیگه نمیشه به حب و بغض یه همچین آدمی اعتماد کرد. از دایره سلامت خارج شده. خب اگر قرآن کریم میفرماد هدف ابلیس اینه که تو شاکر نباشی، معلوم میشه شاکر نبودن به عنوان یکی از بهترین تعابیر برای حال بد هدف اصلی شیطانه. پس خیلی مهمه. اینم نکته‌ای بود که دیشب مقداری بهش پرداختیم. حالا باز بریم به محضر قرآن
ببینیم که قرآن کریم درباره حال خوب چه سخنی دارن برای ما بیان کنن. حدود 15 بار در قرآن کریم این مضمون گاهی صریح، 12 مرتبه صریح، 3 بار هم غیر صریح با یه تغییراتی تکرار شده. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب 12 بار خیلی زیاده صریحاً این تکرار شده باشه در مقاطع مختلف، برای کسانی که میرن بهشت، از این دنیا میرن، برای کسانی که از اولیاء خدا تو این دنیا درست زندگی میکنن، برای کسانی که هدایت خدا رو میپذیرن. به عنوان یه شاخص برای سعادتمندی میفرماد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ببینید ما یه اصطلاحی داریم میگیم الهی خوشبخت بشیم، الهی سعادتمند بشیم. بعدش هم سر سعادت صحبت میکنیم که انسان‌ها دنبال سعادت هستن. سعادت یعنی چی؟ خب نظرات مختلفی وجود داره، کسی سعادت رو به این میداند و یک کسی سعادت رو به آن. اما قرآن کریم، البته قرآن کریم هم از سعادت سخن میگه به نام فلاح، رستگاری. خیلی فلاح کلمه نزدیکی است به سعادت، ولی سعادت رو بخواد قرآن ترجمه کنه یا شاخص برجسته سعادت رو برای انسان ذکر کنه، حال خوب ذکر میکنه. و حال خوب رو شاید بتونیم بگیم که به 2 بخش میدونه. یکی این که از چیزی نترسه، یکی این که غم تو دلش نباشه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. به این 2 ویژگی برای حال خوب انشاءالله یک کمی امشب خواهیم پرداخت تا جایگاه اهمیت حال خوب رو بیشتر درک کنیم. ولی دوستان توجه کنن، چرا حال خوب برای خدا مهمه؟ چرا برای اطباء طب مهمه؟ چون طب علامت خیلی بیماری هاست. حال خوب علامت خیلی سعادتمندی هاست. حالا نکته اینه، اگه یک کسی سعادتمند نبود، آدم خوبی نبود، حالش خوب بود، چی؟ نمیشه. نکته اینه که آدمیزاد یه جوری آفریده شده که اگه درست زندگی نکنه حالش خوب نمیشه. لذا خدا با خیال راحت میفرماد اینا حالشون خوبه. اینا حالشون خوبه یعنی سر یه گردنه همه رو گیر میندازه. تو بد زندگی کنی حالت خوب نیست. مشکل اینجاست که ما نمیتونیم دور بزنیم حال خوبو، کلا بزنیم سر خودمونو. سر خدا رو فکر میکنیم کلا میگذاریم، خدا رو که نمیبینیم که عکس العملاشو به ما نشون بده، اخم و قهرش رو تو چشماش به ما نشون بده، ما بفهمیم خطا کردیم. ما سر دیگران رو میتونیم کلا بذاریم، سر خودمون رو که نمیتونیم کلا بگذاریم. حالت خوب نیست، تمام، پس خوب زندگی نمی کنی، خوب نگاه نمی کنی، خوب جمع و جور نکردی زندگی خودت رو، رفتارهای خودت رو الی آخر. چرا حال خوب به عنوان یه شاخص برای سعادت؟ چون انسان الکی نمیتونه ادعای حال خوب بکنه و الکی کسی به حال خوب نمیرسه، پس شاخص مطمئنیه. همونجوری که کسی الکی تب نمیکنه. البته تب علامت حال بده، ولی شما حالت خوب باشه، من نمیدونم علامتش توی جسم چیه، شاید همون نبض باشه، نبض بگیره مثلا، نبضش خیلی خوب بزنه، خیلی خوب نمیدونم یعنی چی. حالت خیلی خوب نباشه این معنا داره. آقا سعادتمندی به چیه؟ به اینکه حالت خوب باشه. حالت خوبه؟ حال خوبی که دوام داشته باشه، حال خوبی که عمیق باشه، حال خوبی که کاذب نباشه، بعد یه دفعه حالت بدتر از قبل بشه. این 3 ویژگی برای حال خوب 3 ویژگی نشان دهنده صداقت حال خوبه. ما در مورد این 3 ویژگی حال خوب بعداً صحبت خواهیم کرد که حال خوب چی هست. فعلا هممون اجمالاً یه برداشتی از حال خوب داریم. برای مقدار اول بحث همین برداشت عمومی کفایت میکنه.
کسی اگر زندگیش، تفکرش، نگاهش خوب نباشه نمیتونه حال خودش رو خوب بکنه. الکی نمیشه حال خوب کرد. اونم یه حال خوب حقیقی که حالا بعداً در مورد حال خوب حقیقی و کاذب با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. این یک نکته. نکته دیگر این که زمین، این جایی که ما زندگی میکنیم، این دنیا حال آدم رو بد میکنه به طور طبیعی. تا کسی تلاش نکنه، تا کسی فرمون زندگی خودش رو دست خودش نگیره، تا کسی مهارت رانندگی در پیچ و خم زندگی نداشته باشه حالش خوب نمیشه. تصادفاً کسی حالش خوب نمیشه، ژنتیک کسی حالش خوب نمیشه. دنیا جاییه که ما رو دردسر میندازه، حال ما رو میگیره. دنیا اینجوری طراحی شده. خب حالا از اون 15 آیه قرآن، آیه اول رو که شب اول هم باز مرور مختصری داشتیم بخونم برای شما. قل نهبطوا منها جمیعاً، برید رو زمین زندگی کنید. خداوند متعال حضرت آدم و فرزندانش رو در واقع فرستاد رو زمین. هبوط آدم شنیدید حتما این اصطلاح. و سقوط هبوط یعنی سقوط، از بالا به پایین اومدن. فرمود برید رو زمین زندگی کنید، نترسید، هدایت من به شما میرسه. اگر هدایت من به شما رسید و تبعیت کردید، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، حالتون خوب میشه دیگه، نه خوفی دارید نه حزنی. پس این نشون میده که دنیا جاییه که حال آدم رو خراب میکنه. دنیا یک جای ناامنیه. الان کدوم یکی از شما میدونید مرگتون تضمین شده امسال نیست؟ جوان و پیر فرقی نمیکنه. ببینید یک ناامنی بزرگه. و کسی حالش خوبه که مرگو فراموش نکنه، مرگو حل کنه برای خودش. از همین نقطه مرگ و مبهم بودن زمانش و چگونگیش بگیر تا بقیه زندگی، مثل روزی هایی که خدا بناست به ما بده. این روزی ها چجوری میان؟ تا رقابت هایی که برای به دست آوردن روزی هست، تا همه عواملی که در دنیا حال آدم رو بد میکنه. میفرماید اگر هدایت من رو تبعیت کنی حالت خوب میشه. حالت خوب میشه تعبیرش در قرآن به چیه؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه تنها شاخص زندگی درست در این دنیایی که حال آدم رو میگیره، شاخص درست زندگی کردن اینه که آدم حالش خوب میشه. حالش خوب میشه ترجمهش در قرآن کریم غالباً این عبارته: نه میترسه نه غم دلشو میگیره. نه تنها اینه، بلکه شاخص درست دینداری کردن هم حال خوبه. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. کسی که روشو تسلیم کنه به خداوند متعال، خدایا من تسلیم تو هم، و هو محسن، فقط این اعتقاد نباشه، در عمل هم کار خوب انجام بده، این اجرش نزد پروردگار عالم محفوظه. یه همچین آدمی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ببینید شاخص اعتقاد سالم و رفتار درست هم دوباره میشه حال خوب. پس ما اگه حالمون خوب نبود، هم دینداریمون مخدوشه، هم زندگیمون، هم بندگیمون، هم زندگیمون. دقت فرمودید؟ دوباره مثلا شاخص قبولی عمل یا مجاهدت ها چیه؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که اموالشون در راه خدا انفاق میکنن. حالا یک کمی با جزئیات بیشتری همون موارد کلی قبلی رو دارین دنبال میکنیم. مثلا در مورد انفاق، شما خوب انفاق کنید، بعد منت نگذارید، اذیت نکنید کسی رو که انفاق براش کردید. مثلا پدرها میدونید دیگه خرج میکنن برای خانواده، اون هم یه نوع انفاقه، ولی البته درسته وظیفه‌شون هست، ولی باز نوعی انفاق میتونه به حساب بیاد. بعد بچه‌هاشون رو به خاطر خرجی که برای بچه‌ها میکنن اذیت بکنن، خب دیگه اون نیست دیگه. اون فهو محسن که در آیه قبل خوندیم نخواهد بود به معنای واقعی کلمه. میفرماد اینها اجرشون نزد پروردگار باقی میمونه
و حالشون خوب میشه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ببینید چقدر جالبه. خداوند متعال هر جایی به هر بحثی میرسه، معمولا در این 12 بار که تصریح شده است میاره میفرماید اینا دیگه حالشون خوبه. واقعا هم همینطوره. شما به کسی نیکی کنید و شرایط نیکی کردن رو همه رو به جا بیارید، حالتون خوب میشه. یه مورد دیگه من باز هم براتون بخونم. الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که اموالشون رو پنهانی یا آشکار در راه خدا بالاخره خرج میکنن، اینها اجرشون نزد خدا محفوظه. اینا نه میترسن نه غمگین میشن. انفاق رو به صورتهای مختلف میبینید. میدونید دیگه طبیعتا انفاق کنده شدن یه مقدار از مال و داراییه. امکانات آدم کم میشه. کسی حالش بد بشه با انفاق، معلوم میشه انفاقش در واقع انفاق نبوده دیگه. بعضی هم که حالشون میترسن بد بشه اصلا انفاق نمیکنن. اما کسی که درست انفاق کنه واقعا حالش خوب میشه. شما یه وقتایی کمک به یه کسی بکن ببین چجوری حالت خوب میشه. عون الضعیف صدقتون. کمک بکنی به یه آدم ضعیف، این خودش صدقه دادنه. بعد شما کمک بکن به یه ضعیفی، ببین چقدر حالت خوب میشه. این همون حالت خوب میشه ایه که تو قرآن فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب اعتقادات سالم و ایمان سالم هم دوباره موجب این میشه که آدم حالش خوب بشه. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله والیوم الاخر. کسی اهل هر دینی باشه، منتها آدم درستی باشه، من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیگه من چجوری برای شما آیات مکرر قرآن رو بخونم؟ دارم وقت رو میگیرم، اما این آیات شیرینن، جا میفته برای آدم وقتی من تکرار میکنم این آیات رو. تکرار که نمیکنم، یکی پس از دیگری آیات رو از این جهت که مشابه هستن دارم تکرار میکنم. میفرماید و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه بشارت بدهند و انذار بدهند. فمن آمن و اصلح. اگر کسی پذیرفت حرف پیامبران رو و اصلاح کرد رفتار خودش رو، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این آدم نه ترس دیگه تو وجودش هست و نه هیچ وقت غمگین میشه. ببینید شاخص پذیرفتن دین انبیاء الهی اینه که حالت خوب میشه. تو دنیا عوامل زیادی هستن حال آدم رو بد میکنن. باز یک آیه دیگر قرآن رو بخونم. در وصف اولیاء خدا خداوند متعال چی میفرماد؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله یک صفت برجسته دارن، معنی که حالشون خیلی خوبه، هیچ ترسی در وجودشون نیست و هیچ غمی به دلشون راه پیدا نمیکنه. اینا سلیقه خداست. ببینید بحث ما نیست، انتخاب ما نیست، اینها سلیقه خداست. سلیقه حالا دقیق نیست، حکمت باید بگیم. حکمت پروردگار عالم در سخنان بلند خودش که میخواد بفرماید اولیاء خدا چجور کسانی هستن، در بین همه صفات در این آیه ترجیح میده این رو بفرماید که اینا نه میترسن نه غمی دلشون رو میگیره. یا مثلا برای مجاهدان فی سبیل الله، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که این اعتقاد به خدا رو داشتند و استقامت ورزیدن، مجاهدت کردن، تو سختی ها محکم ایستادن، اینا هم دوباره حالشون خوب میشه. واقعا اینو باید توی جبهه، تو نبرد، تو جهاد، شما تو اوج سختی ها تجربه کنی، ببینید چقدر این حالش خوبه. چقدر آدم حالش خوب میشه وقتی که تو سختی ها مقاومت میکنه. و دیگه باز هم یکی دیگه از آیات قرآن درباره مقاومت کنندگان و جهاد کنندگان در راه خدا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. ملائکه بر اینها نازل میشن، کسانی که استقامت می‌ورزن در راه خدا،
و بهشون میگن که نترسید و غمگین نباشید. و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. خب ببینید نمونه هایی از آیات قرآن رو برای شما قرائت کردم. در این آیات ممکنه صریحا ننوشته باشه حالشون خوبه. حال خوب علامت خوب بودنه. به چه کسانی ما این حال خوب رو میدیم؟ ولی میفرماید مکرر در این آیات قرآن حال خوب مال اولیاء خداست، مال مقاومت کنندگانه. این حال خوب رو چجوری تعبیر میکنه؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس تصادفی نیست. اصلا یک بار هم خدا اگر فرموده بود تصادفی نبود، ولی تکرارش خیلی معنا داره برای ما. تأکید خداوند متعال رو میرسونه که دو تا ویژگی بسیار مهم روحی مال حال آدم باشه بیان میفرماد: خوف و بفرمایید غم. این دوتا نیست تو دلشون. خوف و غم رفقا نمیفرماید اینها صفات بد ندارند. در این آیات حداقل نمیفرماید اینها حب الدنیا ندارند. اینها در بین همه دارایی های انسان دو تا صفتی که مربوط به حال آدم میشه ذکر میکنه، یکی ترس، یکی غم. پس موضوع حال خوب واقعا در قرآن موضوعیت داره و ما نباید از کنارش صادرت بشیم. خب یکی غم شد، یکی خوف. غم بیشتر ناظر به گذشته است، خوف بیشتر ناظر به آینده است. بعضی ها میگن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یکی درباره حال بد نسبت به گذشته است، یکی درباره حال بد نسبت به آینده است. با یک نگاه دقیق آدم بخواد نگاه بکنه ممکنه این رو نپذیره. گاهی آدم به خاطر آینده غمگین میشه، گاهی آدم بالاخره به خاطر اعمالی که گذشته انجام داده میترسه. ولی تقریبا با اجمال آدم نگاه بکنه درستش هم همینه. غم بیشتر معطوف به گذشته است و ترس از آینده است، هرچند مال نتایج اعمال گذشته باشه. و خداوند متعال به انسان این امنیت رو میده. خب یک کمی در مورد غم صحبت بکنیم. فردا شب در مورد بفرمایید رکن دیگر حال خوب نداشتن ترس انشاءالله صحبت بکنیم. درباره غم نداشتن همینجوری ما رو نهی کردن نشین قصه بخور. مراقبت بکن از حال خودت، نشین اندوه داشته باش. من کمتر دیدم در کلام معصوم علیهم السلام که کسی رو سرزنش کنن. به شدت هم اولیاء خدا از اینکه کسی رو سرزنش بکنه ناراحت میشن و نهی کردن. البته یه جاهایی واقعا ممکنه سرزنش جا داشته باشه، یا بفرمایید یه جاهایی به صورت کلی سرزنش بیان بشه، اونقدرها هم بد نیست. ولی کلا سرزنش کردن چیز زیاد خوبی نیست. خب در ارتباط با غم لااقل من 2 روایت دیدم که سرزنش میکنن غمگین ها رو. مثلا در سخنی امام کاظم علیه السلام تقریبا اونجوری که معلوم میشه از سخن دارن سرزنش میکنن غم خوردن رو. میفرماید من اغتم کان للغم اهلا. کسی قصه بخوره همون شایسته قصه خوردنه. یه سرزنش و نهیب سنگینه. بعد میفرماید فینبغی للمؤمن ان یکون بالله و بما صنع راضیا. برای مؤمن این لازمه که راضی باشه به رضای الهی. این خیلی نهیب بزرگیه. یا مثلا در یک روایت دیگری باز هم در مورد یعنی آدم ازش استشمام سرزنش میکنه. میفرماید امیرالمؤمنین علیه السلام من قل سروره کان فی الموت راحته. کسی کم باشه شادیش، حال خوبش کم باشه، این با مرگ فقط به راحتی میرسه. مثل این میمونه آدم به کسی بگه که برو تو فقط با مرگ
نجات پیدا میکنی از این وضعیت فلاکت بار خودت. سرزنش کردن اولیاء خدا. جورای دیگه هم ما رو ترسوندن از غمگین شدن. خیلی باید فاصله گرفت. بعضیا واقعا فکر میکنن که قصه خوردن هیچ اشکالی نداره و میتونن، مجاز هستن که بشینن قصه بخورن. مثلا میفرماد الحزن یهدم الجسد. حزن که یک وجه حال بد بود دیگه. میفرماد حزن جسد انسان، جسم انسان رو منهدم میکنه. یا در روایت دیگری میفرماید پیر میکنه آدم رو غم و غصه. البته تو ضرب المثل های ما هم هست. من دارم روایت میخونم براتون که ببینید تایید اهل بیت هست پای این احساس عمومی. یا مثلا میفرماد الغم مرض النفس. غم بیماری نفسه. اگه کسی قصه خورد بگید اون بیماره. چرا باید آدم بشینه قصه بخوره؟ یه نوع بیماریه، خیلی مهمه ها. اگه بخوایم اینو به زبان روانشناسی ترجمه کنیم و جدی بگیریم کلام حضرت رو، تو روانشناسی ممکنه هر حال بدی رو بیماری تلقی نکنن، مگر اینکه آسیب‌های جدی بزنه. اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند غم خوردن بیماریه و اساساً مایه بیماری انسان هست. یا باز در مورد غم می‌فرماید السرور یبسط النفس و یثیر النشاط. البته باید مثلا نشاط بخونیم، ما تو فارسی میگیم نشاط معمولا. الغم یقبض النفس و یطوی الانبساط. میفرماید همونطور که سرور بست نفس به آدم میده، گشایش روح به انسان میده و نشاط آوره، غم قبض نفس میاره و یطوی الانبساط و انبساط روح رو در هم میپیچه. بگذارید من همین موضوع رو یک مقدار برای شما توضیح بدم، ولی یک روایت دیگه بخونم بعد برگردم به این بست نفسی که سرور ایجاد میکنه، حال خوب ایجاد میکنه، و بعد غم که چگونه انبساط خاطر انسان رو از بین میبره. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید لا تشعر قلبک الهم. لا تشعر یعنی خودتو متوجه هم نکن. سر این لا تشعر ما بعداً باید با هم گفتگو کنیم. یعنی انسان بعضی وقتا خودش رو متوجه غم میکنه، میگه این کارو نکن، میفرماید این کارو نکن. فیشغلک عما هو آتن. این موجب میشه که از آینده شما رو محروم میکنه. به غم گذشته درگیر نشو، چون نمیتونی برای آینده برنامه‌ریزی بکنی. غم اساساً خیلی نهی شده. حالا البته در روایات هست غم معنوی داریم که اون غم اصلا آسیب نداره، همونطوری که در روایات خوف معنوی داریم اونم آسیب نداره. اونها رو ازش صحبت خواهیم کرد. خود اونها اصلا حال آدمو خوب میکنه. خیلی فرق میکنه با غم و ترس غیر معنوی، غیر الهی. این غم‌های روی زمین که معمولاً مال از دست دادنه و ترس‌های روی زمین هم معمولاً ترس از دست دادنه. اینها با روح انسان چه میکنه؟ ببینید در مورد غم میفرماد بست نفس رو میگیره. بست یعنی گسترش، سعه صدر، اینو میگیره از آدم. آدم رو دچار تنگ نظری میکنه، آدم رو دچار تنگی سینه میکنه. مثلا ببینید رسول خدا وقتی میخواد خداوند متعال توصیف بفرماید او رو و بفرماید ما چقدر به تو لطف کردیم، میفرماید الم نشرح لک صدرک. دیگه بالاترین لطفش رو خدا به رسولش کرده. بالاترین لطف رو داره با تعبیر شرح صدر حکایت میکنه ازش. الم نشرح لک صدرک. پیامبر اکرم خیلی اذیت شدن، فرمود ما اوذی احد مثل ما اوذیتو. هیچ کس به اندازه من اذیت نشد. خدا خیلی از این اذیت ها رو بر نداشت، عوضش به خود او شرح صدر داد. انسان با قصه خوردن
رنجور شدن ظرفیتش برای تحمل بلا کمتر میشه. بعد بلا کمتر میشه؟ ابدا. بلا که سر جای خودش هست، ابتلا در این دنیا سر جای خودش هست. آدم وقتی که قبض روح پیدا کنه، قبض مچاله بشه روحش، نمیتونه مسائل رو از بالا نگاه بکنه. و وقتی انسان گشاد سینه شد، گشاد روی میشه راحت و میتونه با مسائل به گونه دیگری برخورد بکنه. کسی که دچار قبض نفس شد یه مشکل کوچیک و بنبست نهایی برای خودش میبینه. کسی دچار قبض نفس شد بسیاری از صفات بد سراغش میان. دیگه فایده نداره بشینی این صفات بد رو یکی یکی بخوای بهش تذکر بدی، موعظه کنی، یا یکی یکی بخواد این صفات بد رو از بین ببره. نمیتونه هر کدوم رو از بین ببره، یه صفت بد دیگه جاش هست. بعضیا کلاً تنگ نظرن. از جمله خاصیت هایی که در اثر قبض نفس، گرفتگی روح پدید میاد اینه که شما هیچ کس رو نمیتونید درک کنید. خودتون نمیتونید بذاری جای مامان آدما. راحت آدما رو میتونی نابود کنی، مجازات کنی، راحت در موردشون قضاوت غلط میکنی. از جمله آثار سوئی که برای قبض نفس پدید میاد چیه؟ هیچ احتمال مثبتی رو برای گره‌گشایی از زندگیت به ذهنت نمیرسه دیگه. راه حل رو پیدا نمی‌کنی. ببینید مؤمنین رو هیچ کس نمیتونه در هم بشکنه. فقط میتونن بکشن مؤمنین رو. اولیاء خدا رو میتونن بکشن. ولی تا نکشتن هر بلایی سرشون میارن اینا پا نمیافتن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام چهرهش برافروخته تر میشد هرچی به عصر عاشورا نزدیک تر میشد. آقا چیکار کنیم این از پا در بیفته؟ ایشون از پا در نمیفته. دچار قبض نفس نمیشه. مسائل رو از بالا نگاه میکنه. حتی میتونه رحم کنه به دشمنان خودش. میتونه در مقابل کسی که مقابلش ایستاده بگه نفهمید. میتونه راحت اون رو ببخشه. اینا همش مال چیه؟ مالی که قصه نخوری. اگه قصه خوردی، قصه خورت خیلی پر شده بود، تو دیگه به کسی نمیتونی رحم بکنی. نه آدم ترسو، نه آدم غمگین نمیتونه به کسی رحم کنه. صفات بدی در وجود انسان به ارمغان خواهد آورد. ولی بسط روح چجوریه؟ مثلا ببینید قیامت یکی از عوامل بسط روحه. شما بسط روح داشته باشید قیامت رو درک میکنید. قیامت رو درک کنید بسط روح پیدا میکنید. وقتی قیامت رو درک کردی آن زمان دور را نزدیک دیدی، در واقع خود تو بزرگ شدی. این انسان حتی اگر بحث مجازات هم در میون نباشه انسان لطیفی خواهد شد. میتونه به بیشتر از خودش به دیگران فکر کنه. یه وقتایی ما مفصل شاید یک دهه یه جایی یک دهه محرم بود صحبت میکردیم سر این که حقیقت همه خوبی ها یه چیز بزرگ شدن و حقیقت همه بدی ها یه چیز کوچیک شدن، حقیر شدن، کوچیک شدن. آدم بزرگ از نظر زمانی گذشته بسیار دور رو میتونه ببینه، آینده بسیار دور رو میتونه ببینه. آدم سعی وجودی یافته میتونه غیر از خودش دیگران رو هم ببینه، میتونه به همه ابناء عالم علاقه داشته باشه. آدمی که کوچیک باشه ببینید جای دیگران توی وجودش نیست، فقط به خودش نگاه میکنه، بهش میگن خودخواه اصطلاحاً. آدمی که بزرگ شد، دریا دل شد، میتونه دیگران رو در سینه خودش براشون جا باز بکنه. ما تا به اینجا نرسیم هیچ وقت امام رو درک نمی کنیم.
امام کسیه که برای تک تک آدما دل میسوزونه، نه سطحی بلکه عمیق. کی به امام زمان مقربه؟ بیاریم حرفا رو خیلی عملیاتیش بکنیم. کی به اولیاء خدا واقعا مقربه؟ کی باید انتظار داشته باشه که امام زمان رخ به اون نشون بده؟ کسی که سعه وجودی پیدا کرده باشه. الم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ سینه گشاده رسول خدا به گونه است که عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. هفته 2 مرتبه یا بیشتر پرونده اعمال ما رو نگاه میکنن. برای چی؟ برای اینکه به ما علاقه دارن. ما کدوممون اینجوریم؟ رفقا بگذارید بیرو درواسی با هم صحبت بکنیم. اهل سیاست بودن یعنی دارای شرح صدر بودن و قصه همه رو خوردن. کسی که اهل سیاست نیست به معنای حقیقی کلمه آدم حقیریه. کسی که قصه ملتش رو و بلکه ملتها رو نمیخوره آدم حقیریه. کسی که دنبال نجات همه انسانها نیست آدم پستیه. حضرت امام شعار ایدئولوژیک نمیدادن اونجایی که فرمودن اگر مسئولین مملکت دنبال مقدمه سازی برای ظهور حضرت حجت نباشن به مملکت هم بخوان خدمت بکنن ولی خیانت کردن، خائنن. یه تعابیر اینجوری دارن. اینا به مملکت هم نمیتونن خدمت بکنن، مملکت رو هم خراب میکنن. اونهایی که میگن نه غزه نه لبنان، اونها ایران رو هم بدید دستشون خراب میکنن. سعی وجودی ندارن حتی به اندازه ساختن ایران. سعی وجودی خیلی موضوع مهمیه. من به شدت مخالفم با این اصطلاح که بگیم که بعد سیاسی دین. یعنی چی؟ مثلا من نمیفهمم یعنی چی بعد سیاسی دین. مگه بعد سیاسی دین از بعد فردی دین جداست؟ والله العظیم جدا نیستن این دوتا. شما خودتو برو بساز. خودت رو که ساختی و پرداختی و تزکیه کردی شرح صدر پیدا میکنی. در درون قصه های روحی خودت دردهای انسانها و ملتها رو میبینی. این تو مسیر خودسازی خودته. یه جایی رفته بودیم، یکی از دوستان گفتن که شما میخوایم در مورد تربیت انقلابی طلبه ها برنامه ریزی بکنید. گفتم بعد طلبه ها تربیت دینی دارن بحثش؟ گفت بله اونا دوستان دیگه تربیت دینی رو گفتن، شما تربیت اخلاقی رو هم گفتن، شما تربیت سیاسی رو بگید. ببین تو رو خدا چی کار کردن با ما. گفتم آقا کی به اینا گفته که باید مقرب بشید، باید آدم بشید، باید پلیدی ها رو از درون خودتون بردارید؟ همون تربیت سیاسی هم کرده دیگه. اگه پلیدی رو از روح خودش برداشته بود الان قصه میخورد برای همه. وقتی قصه بخوره برای همه دردش میاد یه مسئولی خبیث بیاد توی کشوری بخواد خیانت بکنه به مردمش. مسئله سیاسی مسئله شخصی ماست. ما در نهانخانه و در خلوت خودمون نمیتونیم تحمل بکنیم کسی به ما ضربه بزنه، کینه‌ش رو کمتر به دل میگیریم تا کسی به خانواده ما ضربه بزنه و باز کینه کمتر خواهد بود تا کسی به جامعه ما لطمه بزنه. و اگر کسی به جامعه بشری لطمه زد آدم دیگه خوابش نمیبره تا صبح. این مسئله شخصیه، این تربیت شخصیتیه، این یک مسئله روانشناسیه. خب مریض از نظر روحی کسی که قصه های آدم ها رو نمیخوره، از بس اسیر شده در قصه های خودش. امیرالمومنین میفرماید اگر به غم راه بدی تو رو دچار قبض نفس میکنه. یعنی چی؟ دیگه فقط قصه خودتو میخوری. قبض نفس یعنی. ولی به غم راه نده تا چی بشی؟ قصه همه رو بخوری.
اگر دین انسان رو تربیت کرد، غم رو از آدم میگیره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حزن رو که از آدم گرفت، قصه خوردن رو که از آدم گرفت، آدم بزرگ میشه، روحش دچار بست نفس خواهد شد و چه آثاری به دنبالش خواهد بود فقط خدا میدونه. یکی از آثارش آثار سیاسیه که جدا از همون انواع آثار فردی نیست. یه انسان وقتی سیاسی میشه یعنی چی؟ از محدوده و دایره تنگ خودخواهی بیرون اومده. شاخص خوب بودن، رذل نبودن، این است که شما به فکر همه باشی. اینو باید تو مدرسه یاد بدن برای همه. به دانش آموز بگن عزیز دلم، سیاسی نبودن یعنی خودخواه بودن، یعنی رذالت. دنبال اخلاق دیگه نرو. تو بد اخلاق ترین آدم هستی اگر سیاسی نباشی. من به عالم سیاست چی کار دارم؟ یعنی چه مزخرفاتی بعضیا میگن. یعنی چی به عالم سیاست کار نداشتم؟ با چی کار داری پس؟ آدم هستی یا نه؟ میخوای از دایره تنگ خودخواهی بیرون بیای یا نه؟ خب بیرون بیای سیاسی میشه دیگه. آخرش میشه سیاست، آخرش میشه مسئله قدرت. دیدید پدر مادرها با چه وسواسی بچه‌هاشون میذارن تو مهد، میذارن تو مدرسه انتخاب میکنن. سیاست همینه. تعداد فرزندانش شده 80 میلیون. تعداد فرزندانش شده میلیاردها انسان روی زمین. اینوش میگم بست نفس. بله، باید حالت خوب باشه تا سیاسی باشی. حالت خوب نباشه سیاسی نیستی. و کسانی که سیاسی نیستن حالشون خوب نیست، دچار مرض نفسن. غم امیرالمومنین فرمود مرض نفسه. خب ما میتونیم حالا روزه بخونیم، گریه کنیم برای امام حسین. شما فکر میکنید چقدر میتونیم برای امام حسین در اوج اشک بریزیم؟ بعضی وقتا ما روزه‌های خودخواهانه میخونیم و اشک میریزیم. میگیم امام حسین علی اصغر 6 ماهشو زدن و یه جوری این روزه رو اجرا میکنیم که یعنی امام حسین هم مثل هر کس دیگه‌ای نوزاد 6 ماهه دلبند خودش رو دوست داره و الان غمگین شده، به هم ریخته از این که این نوزاد رو تیر به حلقومش زدن. بله، امام حسین بچه خودش رو دوست داره. آدم‌های خوب اصلا اینجور محبت‌ها توشون قوی تره. ولی امام حسین همونجا میدونید چی کار کرد؟ خون رو به آسمان پاشید، صدا زد خدایا تو میبینی تحمل میکنم، بلا سر این بدبختان نیار. به جای اینکه به فکر علی اصغرش باشه، اون لحظه به فکر بقیه انسانها بود که نابود نشن با این جنایت. یک قطره از این خون از آسمان بر روایت به زمین بر نگشت. خیلی مظلومانه به شهادت رسید. همون لحظه به فکر بقیه انسانها بود، از دشمنان خودش گرفته تا بقیه. نظام خلقت به هم نریزه. یا ابا عبدالله، تو به اینها عنایت داری و اینها در حق تو جنایت میکنن. ما برای این جور روزه ها میتونیم اشک بریزیم. کمتر من زبان حالی شنیدم. یکی از داستان ها، یه بار این رو تو روزه ها من گفتم، یه بار دیگه عرضم تمام. من بچه بودم، شاید دبستانی یا مثلا راهنمایی، توی همچین مقطعی کتاب هایی که می نوشته می شد از این داستان های کوچیک می خوندم. یه داستانی که خیلی به من ضربه زد، یعنی تا سالها هنوزم که هنوزه یادم میاد، خاطره سهمگین این داستان اذیت میکنه روحمو که اصلا من چرا خوندم. هر کسی ناراحت میشه. اونجا هم با یک آب و تابی نوشته بود، یه جزوه کوچیکی هم بود، یادم نیست اصلا
شکل و شمایل کتاب زیاد یادم نیست، ولی یادم کتاب پرحجمی نبود، داستان کوتاهی هم بود. حالا من اذیت شدم، میخوام شما رو هم اذیت کنم، ببخشید. خلاصه‌شو میگم، اونجا با آب و تاب متاسفانه توضیح داده بود که بله مادره با چه بدبختی پسر بزرگ کرد، پسر بزرگ شد و زن گرفت، زنش با مادرش اختلاف پیدا کرد، به خاطر رضایت دل زنش مادرش رو انداخت تو چاه. مثلا تو همینجا که ما خیلی مثلا متلاشی داشتیم میشدیم، آخه چرا؟ قسمت خیلی آزاردهندش از نظر روحی این بود که اومد تو چاه ببینه مادره مرده است یا زنده. یه نیمه جانی مادره داشت، گفت پسرم نیفتی تو چاه. این افسانه است، نمیدونم واقعیت، نمیدونم کی اینو دیده که نقل کرده، نمیدونم. ولی از این 1000 بار بدتر تو کربلا اتفاق افتاد. من بارها کربلا مشرف شدم، یک بار نرفتم کنار گودی قتلگاه. تو روایت فرمودن گودی قتلگاه نرید، قساوت میاره. چرا؟ شاید برای این که اگه رفتی دیگه نباید برگردیم. دیگه رفتی چجور برگشتی؟ گودی قتلگاه هولناکتر از این قصه اتفاق افتاد. عمر سعد ملعون اومد سر از بدن امام حسین خودش جدا کنه. امام حسین بنابر نقلی اشاره کرد، فرمود عمر سعد بدبخت‌تر از تو، شقی‌تر از تو نبود بیاد سر از بدن من جدا کنه. عمر سعد برگشت. کی باور میکنه با براش روزه بخونیم حسین در گودی قتلگاه داشت قصه میخورد برای دشمنان خودش؟ جز اون عارف پاک ضمیر که رفته بود کنار ضریح امام حسین قاطی کرده بود، داد میزد امام حسین جان مادرت شم رو نبخش، جان مادرت ارمله رو نبخش. چه دریافتی پیدا کرده بود از اون مهر حسین علیه السلام که اینجور به هم ریخته بود. یه امام رو بزنن، خدا شاهد جرئت نمی کنم زبانم رو بچرخونم، مثل اینکه بگی یه پدری ایستاده بود پسراش دورشو گرفته بودن سنگ می زدن به صورتش. امام اصلا نسبتش با ابناء بشر اینجوریه، با امت اسلامی اینجوریه. مردم دور حسین علیه السلام رو گرفته بودن، محاصره کرده بودن، تیرباران میکردن حسین رو. چیز ساده ایه. شرح صدر اگر شرح صدری که امام داره رو یه ذره‌ش رو به ما بدن دیگه اصلا تاب نمیاریم. در روضه های ائمه هدی علیهم السلام اصلا یه جور دیگه نگاه میکنیم. ما فعلا در سطح یک حد محدود از محبت اولیاء خدا براشون گریه میکنیم، در سطح تصوری که از اولیاء خدا داریم اونها رو علاقمند به اطرافیان و خانواده و اینها میدونیم و میگیم خب هر پدری باشه اینجا آتش میگیره، اینجا دلش میسوزه. در همین حد، فعلا در همین حد. اما اگر بخوایم نگاه بکنیم به اون بعد با عظمت روح ابا عبدالله الحسین که تمام رسالت جدش پیامبر رو به دوش گرفته و لحظه آخر در وداعش با زینب، حتما ما ندیدیم این کلمات رو فرموده باشن، تو تاریخ نقل کرده باشن. حتما زینبم بالای تل زینبیه هر چه دیدی نفرین نکن. زینبم تو چادر خاکی تو یه ذره تکان بدی در خانه خدا زیر و رو کردی عالم رو. حتما این مذاکرات بوده، حتی بدون کلمات. همون سفارشی که امیرالمؤمنین سلمان رو فرستاد بگو فاطمه نفرین نکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.